سلام بچه، چطورین؟ من تاهام و خیلی خوش اومدین ویدیو امروز قرار همراه با شبان بریم بازی جدید و متفاوت به نام پیک. خب بازی چجوریه؟ بازیش اینه که آقا من و این ابله شبان داریم میریم مسافرت، بعد چیز هواپیما تو راه سقوط میکنه، من و این بعد سروایو کنیم و خودمون رو برسونیم به این قله. اگه دوست دارین حتما از ویدیوهای غیر ماینکرافتی بیشتر بذاریم، لایک کنین، کامنت بذارین و آقا مهمتر از همه ساب کنین و اون زنگوله هم بزنین. آقا بریم که داشته باشیم دیگه، معطل نکنین. سلام علیکم. سلام ای ملعون. سلام. این 2-3 روز ما رو پیچونده. امتحان دارم پیچوندم. غلط کردی، امتحان گفتی امتحان من دارم. پیچوندم یا تو چیز بودی؟ دیشب من زنگ زدم میگم بیا ویدیو ضبط کنیم، میگه چیز دارم. شب بود. تازه امتحان امروز هم کنسل شد. فهمیدین چی گفت؟ دیشب شب بود. پشما تو ریخ یا نه؟ خب من غذا با من. بک رو بردار برو بسردون برو. برو بابا، بک خیلی سنگینه، من میمیرم. بله بابا، تناب تو برداشتی؟ تناب تو برداشتی؟ نه بیا تو بکپکو بردار. نه حاجی، من میخوام تناب بردارم. با تناب کو؟ آقا ما دفعه اول نیستیم چون قبلا یه کوچولو بازی کردیم و مثل سگ میباختیم. غذا برداشتی؟ خیلی سنگینه. آره خب بریم سری بیا بریم. واستا بیا دیگه. واستا من غذا رو بذارم تو کیفم. کیفت به کیفم. خجالت بکش با این فیلم که داری میسازی. چی؟ نمیدونم بر ما باگی یا چی، چون که هرچی میریم بالاتر انگار زمین مه میشه، بعد میرسه به ما دهنمون رو سرویس میکنه، میمیریم. بیا بریم سری. بریم. برو. آروم برو، میمیری با گشنت میشه. چی میمیرم؟ نگاه ببینید من کیو دارم با خودم میارم، یعنی ببینیم فقط مردم اونا میشه از اون بالا بردارم به نظرت؟ برداشتی هرچی بخوای چی من یه چی؟ چیزی میخوام شبان از تو. بنداز پایین. بیا اینم بذارم تو کیفت. بیا صبر کن سرجان. قرار دادی تو کیف. پاش کن. اوف چه پسری. چیز بریم دیگه. تو دامن داری تازه. ما نزدیک 20 بار این بازی رو رفتیم، بعد هر دفعه راه اشتباه رو میریم. بابا آروم برو، این چیزی که انداختی تو کیفم خیلی سنگینه. بذارید خب پس یکیشو بردارم. صبر کن پسرم. صبر کن اکسانیه. برداشتی؟ برو. آفرین. سبک چقدر سنگین بود. سیب بردار سیب. خب غذا یه عالمه داریم، بیا فقط بریم. آروم برو. تو فقط دست دی کیف داری دیگه، میتونی چیزی دیگه هم برداری. و دستم خالیه. خب بردار بیا سیب. دست به دست من بده. دست به دست من بده. با چی باید بخورم؟ اینو اصلا نمیشه بخورم. یعنی چی نمیشه خورد؟ بابا شد. هیچی دیگه. الان میتونم بخورم. خب بیا. خب حاجی الان ما الان از اینجا بریم یا از این ور بریم؟ همینو مستقیم برو، نمیخواد بریم بالا. از همین کنار، از همین گوشه. بازی کیفیتش 0، استفاده از کامپیوتر 100. بیا اینجا، بیا بالا. واسه من نمیدونم. معلول حتما میبینین. معلول بیا. معلول. عجب. سلام. برو میوایا. چه صدای خوبی از خود میدی. بعد زیر دامن دیده میشه. دست بده. بابا نه پایین بیا. نگاه. بیا دیگه اسکل. حال کردین یا نه؟ برو از اون درخته بردار میوارو. نه بابا دیگه خیلی قصد داریم. بیا اینجا بریم اون بالا. آخ چرا الکی اومدیم بالا دهن تو. من گفتم الکی بریم بالا. بیا. مطمئنی داریم درست آره بعد بریم بالا دیگه، نمیدونم.
خاری نشی. خب بعد بریم اونجا قاعدتا. نه اونجا هم پل دیگه، بعد بریم همونجا. بیا. نه نمیشه بعدش نه. بیا پسر جان. دارم میام. یه کیف. یه کیف بازش کن کیفو. چی داد؟ الان با شکلات. آخ انرژی باتری بهم داد. بدو تو الان باتریت پره بعد بدوی. اینا فکر کنم بعد بریم اینجا، فکر میکنم بیا از همینجا بریم. این پله رو برای چی گذاشته بیا اینجا کوشی. من از اینجا میرم برم رو اون پله. کو دیری کجا رفتی؟ دیری همون بالا رو همونجا کیف وا کردی و نگاه. عقل تو سلام. دادی اونجا. به خدا الان از این بالا او شب شد. یه سیب قرمز از اینجا میبینم. خب نه برش ندار. قرمز که خوبه. من اگه یه صورتی حسی دیگه بهم میگه اشتباه اومدم. نه دیگه بعد همین رو بریم اون بالا دیگه، درسته کاملا. بعد برسیم دارم اون پلی که افتاده باشی. الان نگاه، بعد بریم جای اون پله که بعد از اون پله بریم بالا، بعد بریم اون بالا. خب این اصلا به پل راه نداره. بعد اینجا یه پل کوچولو هست. اشتباه اومدیم. نه آره حاجی، بعد اصلا این پله بریم دیگه احمق. بیا پایین خب دمیج پل اون بالاست. خب نه بیا از این پله بریم اون ور که بریم بالا دیگه. منو بگیر. فکر کنم راستی این پلاش خراب میشد احمق. راست میگی بودو. افتاد؟ بذار ببینم این پل سفت بود. میتونم من برم بالا؟ بابا من این بار سنگین دادی بهم نمیتونم بیام. بیا دستمو بگیر. وای نه. آخ. بودو بیا الان باز مهر میاد دهنمون سنگین. بار من بیا دارم مسموم شدم. شبان بیا دیگه. من یه سیب خوردم. بگیری ها. اوه بیا بالا حالا بعد از این کنار بره. واسه بگم جونم پرچه. یا خدا چجوری رد شدی؟ وای من زنده ولی شبان چیز ببخش. چی؟ هیچ آدم خوبی. بوچی الان چجوری از اون زیر رفتی؟ بیا منو بگیر. بیا پسر هستی؟ بیا ای خاک تو سر بیاردت. وای مردی. نه زندم. حاجی چرا من اینو با خودم میارم؟ من از ور میام نگران نشته برو. اسکل خب از هم دور بشیم داستان میشه. داستان کوشی الان میام نگران نباش یا ابوالفضل. یه غذایی هم اینجا میزنم بعدن میام. تا موقعی که این احمق میاد بالا یه توضیح من بدم در مورد اینکه چرا ماینکرافت نداشتم. خب وضعیت فعلی ایران که همه میدونین، بعد این سرورهای ماینکرافت همش به مشکل خورد، یعنی اصلا نمیتونیم. بیا از اینجا بیا. واسه ببینم چی کردی تو کیفم ایستی برام بخورم. آها بیا بالا. توضیح بده. داشتم میگفتم بعد سرور اترنوس و اینا همه به چیز رفته، بعد اصلا نمیتونیم با هم بازی کنیم. گفتم تکی هم که نمیصرفه، شما پارسا رو دوست دارین از دروغ. آره چی؟ بریم. برم میوه بردارم از این بالا. نه بیا بالا که باز اون مه نیاد دهنمون. مه نیست، یه چیز مهماننده که میاد بالا بعد سرده یخ میزنیم. آره همون چیزه. بیا دستمو بگیر. من خودم افتادم خاک سر. بیا بابا من جونم خالی شد. از این بغل میام چی کاریه؟ اوه مگه افتادی؟ افتادی. وای من قراره سر این. بیا دیگه. وای بپر بگیر ها. من انرژیم پره داشته برو. آب خوردم انرژی تکی شدم. بیا از اینجا بیا. خب نگاه بعد بریم اونجا بعد بریم. نگاه اون بالا از اینجا بعد بریم. البته فکر نمی‌کنم برسیم. ولی سعیام میکنم. ارزان نیستیم به خدا میافتیم. داری یک سولا. یه کم بالا بریم میرسیم. خب برو اونور. دارم میافتم. وای
آخ نگاه بعد انرژیمون پر بشه بعد بریم. صبر کن حاجی داره میاد، مهه داره بله. میاد. کو نه اون فکر نکنم بذار شب مهمی اومد شب. ماجی من گشنمه. اوف رسیدم دست منو بگی دست منو بگی. چیکار میکنی؟ شیفتو بگیری یه پرش میزنه. یا خدا نصف جونم رفت حاجی. وای چرا من اینو بخونم آوردم؟ احساس کنم من برای همینجا بذاری خودت بری. برو من تو را تنها میگذارم. بابا برو بالا دیگه. چه خری ها. برو بر خودم الان هم میرم بالا. آه دادم میافتم. نخ وردی تناب میگم نخ تناب آخا تناب. رفتم اوه 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 یا خدا کجا افتادم؟ افتادی کلا پایین یا ابدفز. نگاه کن فکر کنم نتونیم به یکم پیشرفت کنیم، باید دوباره از اول بیایم. آقا شما یکم پیام بازرگانی ببینین تا ما اینجا رد کنیم. 2000 years later. خب بعد شما بالاخره او چیز مرگبار رو با 10,000 بار مردن رد کردیم، رسیدیم الان به اینجا. خب بریم که بمیرم داشته دوباره باشیم. زنده میشم. بمیری یه گزینه گیواب نمیدونم چند بار میتونیم گیواب کنیم. میخوای بمیرم چون خیلی جونم کمه. بذار اونو من بخورم، من هیچ ندارم. ای کسا خب کیفو الان دیگه نمیارم. کجا باید بریم؟ الان نگاه از اینجا که بعد بریم بالا. تو کیف بریم چی نیست بالا. مگه؟ نه. بذار من ورش میدم. چجوری باید ورش دارم؟ خب منو بگیر. رفتی؟ باشه خیلی ریسکیه اینجا، ببین بیافتیم کارمون تمومه. بیا دستو بده به من. دستم. هیچ. خب نگاه بعد بریم الان اونجا، بعد بچسبیم آره. به اینجا. ولی خیلی ریسکیه. تو فکر کنم جونت از من بیشتره. برو حاجی چیز. نگاه الان من 50 است جونم. تو چقدی؟ بذار تو برو صبر کن. اوکی بیا دستو میگیرم. خب، صبر کن انرژیت پر بشه بعد برو من. خب چجوری از اینجا رفتی؟ وای بیا آجی داریم میرسیم به بالاش. احمق. برگام. این خیلی این حتی چند تا پارت میتونین درست کنی. این اصلا همینجوری که به همین راحتی تمام نمیشه. نه خب. فکر کنم بالا یه چیزی باشه. از اینجا بریم یا این پایین رو بندازیم بریم ببینیم به کجا میرسیم. نه نگاه همینو بریم بالا. بذار اول من برم. آجی تو دامنت دیده میشه. خب بریم اونجا. بیا یه غذا بزنیم. بیا جای این کجا درخت. پایین میرفتیم. بیا این درخت بالاییه نداره. خب بیا بریم جای درخته. اوه حاجی من ریدم. میگیرمت. اوه سما بگیر منو گرفتمه. حاجی یه لحظه بیا این بر من برم. خب بیا این ور. حاجی از بغل بریم راحت تر نیست؟ نه بیا به خاره نخوری. وای من افتادم پایین چرا؟ وای خدایا. خب خیلی خوب داریم منو بگی مهه سما فکر کنم دفعه قبل باگ بود چون مهه نیومده، شاید باورت نشه. تو منو بگی. دستو بگیر. بیا اومدی دیگه. آخ نگاه. رفتی تو خارا. خب بیا از این گوشه بیا. هیچی نیست. چه آهنگ لذت بخشی داره. امیدوارم صداش برای شما بیاد و کپی رایت نخوره. این چیه؟ ویورره. حاجی احساس کنم مهه دیگه داره میاد. نه بابا باگ بود حاجی فکر کنم جدی. حاجی از اینجا نرو. از اینجا چیزه. بیا از همینجا بریم. نه از همینجا این عروس بیا اینو از اینجا اینجا خیلی راحت تره. نه اینجا ایورش بازتره، میشه با پای پیادم بری. بیا من رفتم. بیا من رفتم. من بغل تو میام. بغل
حاجی اصلا جدا شدیم. سلام. سلام. کوشی بیا. از کوشی این ور را. بیا بابا این. من من الان بیام جای تو یا کوی. از این وری بندازیم بریم، چون که این ور پل بود شبان. دارم میام پیشت. نگاه میخوام بپرم اینجا، منو باید بگیری ها. آماده ای؟ برو. برو. خب حاجی اینجا باید بریم بالا. بچه اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده یادتون نره لایک کنین و برامون حتما کامنت بدین. حاجی از نظراتتون اون رو ور نریم، نگاه چند تا پل داره اون ور. خب بابا بیا داریم این همینا داریم میریم بالا دیگه. بیا هادی. تو کامنت ها بنویسین سیب تا بیا بریم کوهنورد. سیب برداریم. ها بچه ها راستی من میخوام اسم کانالم رو عوض کنم، چون که این کانال یعنی اسمش یا جالب نیست به نظر خودم. اگه مثلا چیزی میدونین، نظری دارین، حتما بگین بچه ها که بهم خیلی کمکم میکنه نظراتتون و ممنون از همتون که حمایت میکنین. مه نیومده پشما. حاجی نمیرسیم به این بالا. نمیرسی تو؟ آخ رفتی؟ آره. من این پایین بابا میشینم چه دیگه، تو بیا. غذا. خیلی غذا اینجاست. بعد 4 تا غذا بگیر. احمق تو میندازم. خارا نندازی. احمق رفت پایین. آره. وای مثل آدم بیا پایین. به این چیزا نخوری عروس دریایی. خب چیکار تو این؟ مینداز. بگیری ها. بریم برو. خب بعد بریم اونجا الان. از همین راهی که اومدیم به برگرد. قرار شد اینجا از اون پلا بریم دیگه. آره دیگه. بیا. پیشرفت کردیم حاجی. حاجی مه داره میاد. یا ما چون دور شدیم مه کرده چون دور بازی. شدیم حاجی اونا باگ بود به نظر من. آخه خیلی طبیعی بود، بس سردمون هم میشد. مگه میشه سردمون بشه؟ آخ بیا جعبه تو کامنت ها بنویسین جعبه. ماشین چی بود؟ ماشین نه از دور ماشین نمیشد. از اینا این چیه؟ تو رو بانداج. می‌خوام الان میتونم بگیرم. هیل کنم خودمو. همه رو نزنی یا به منم هیل بدی. خب یه دونه بود کلا پسر جان. الان من دیگه عجب. تموم. تا تو کامنت ها تا حاجی این چیزه رو بگی منو. حاجی این چیکار میکنه؟ چی؟ این یا بریم ها آخ ببین توها. ها این چه سه دفعه بانداج کن میدی منو. چست. بیا بانداجه بعد بندیج. Oh my god! Wow! آخیش او انرژیم بیا اینو تست کنیم آجی. نه بیا بریم بالاتر. ما این میوه ها رو شاید برمی‌دارم. من میتونم تو رو بگیرم باش. خب نکن فکر کنم یه بار کن، یه بار مصرف. خب الان از اینجا بعد بریم اونجا. آره دیگه همین بعد بریم دیگه. فقط از اون پله نرفتیم، تنها کاری که نکردیم همین. بدو داره ساعت 4 میشه. منتم سرم نمیدونید من چقدر اذیت میشم. او شد بانداش بودم. بانداج چرا دامن پوشیدی؟ اصلا دوست دارم به نیابت از تو. بیا بریم اول غذاها رو برداریم بعد بیایم کو بریم غذا؟ اون چست رو وا کنیم. چست بابا نگو احمق میخندم بهمون. اسکت چست کیه؟ چی خب. هست اصلا؟ با کی کار داری؟ صندوق ها چمدون. حاج اینجا باید بپریم. کجا میری؟ بیا اینجا بابا بریم غذاها رو برداریم. فکر کن از این یه بار مصرف ها درست استفاده کن. صبر کن الله اکبر. برو بگیر دستمو بگیر. انقدر بچه ها این ویدیو واجب بود، یعنی من الان از همه اومدم با حال نشستم دارم براتون ویدیو میگیرم. ببین چقدر من شما رو دوست دارم. پس تو کامنت ها بنویسین تا ما رو دوست.
اینو بابا، بردار همیشه حاجی اینو بر بردار. ندار. این خیلی چیز ها ای. اصلا بیا بذار تو کیف، بیا بذار تو کیف. تو کیفت میذارم واستا. گذاشتم. بیا. بذار سیب دیگه هم بیارم بذارم تو کیفت. زیاد سنگینم سیبه. نکن. آها. کوشی دارم میارم. بابا کوشی جای ها بیا سری بیا بذار. باش کن. گذاشتی؟ آره برو. خب الان اینجا رو باید بریم فکر میکنم. نه دیگه باید از پل برگردیم. نه اینا اینجا پله. اینا از این کنار میندازیم میریم دیگه حاجی. نه آره از این کنار برو از پل. تو چی کار میکنی؟ نه یه لحظه نزدیک بود آقا تا از هیچی نمیتونم. تو منو بگیری یا ماشاءالله. بیا اینجا رو باید بریم اینجا. بریم اون پایین. نه احمق باید بریم اینجا. خب این اسمش کجاست که اون پایینه؟ بیا اینجا عجیب. برو بالا. یا خدا. بیا. این دفعه یه بانداژه فکر برای کنم من. مهه داره. نه حاجی هنوز هیچ مهی نیومده. این چیه؟ اینا توش اینا. تست کنم. نه اینا بعد توش چیزایی بذاریم. مطمئنی کو؟ آره. اه نه سلیک نکنی احمق بیا بریم. ها اینا رو دست- یادت ما اینا یه بار امتحان کردیم دیگه. من رو بعد بذاری توش یکیمون رو باید پرتاب کنی. آه سری بیا. شب شده فکر کنم شبه مهه میاد. نه ما چه دو شب دستی اینجا. برسون. بیا اینجا فکر کنم دیگه لازم نباشه بگیریم. چرا باید بگیریم؟ اوه شبان بیا برو حاجی رسیدیم به سرش. تموم شد. نه یک چیز دیگه است. خونه قبر چی؟ چرا احساس کنم برگشتیم سر جا اولمون؟ فکر کنم اینجا حالت نه. چک پوینتی داره. چک پوینت. بیا دیگه چک داشت پوینت یه- اینجا. خداش چی دیگه نیست جلو. چرا عزیزم اینجا روشن کنیم جلوتر هم باز غذا بخور. به به بیا بپزیم. غذای فرد اعلا. چه جالبیه حاجی پشما. یکی من نمیپزه. نگاه باز تو- شد باز جلو. برام. خب نظر چه تموم کنیم پارتو؟ بکن عزیزم. آقا من واقعا حال کردم. یعنی سیف میشه حاجی به نظرت؟ نمیدونم. آقا امیدوارم که این چیه فقط اوپن. بذار اینو بخونیم. بابا یکی من نپخت. تو چی؟ خودم سوختم. خب بلد نیستم ولش کن. من خام میپزم میخورم. خب آقا ازم بود به به. بابا خفه شو. یک باشه. مرسی که ویدیو چانی تماس کردین. ما تونستیم برای اولین بار به این نقطه برسیم و قدم بعدی اونجا. اگه لایک کنید حمایت کنید حتما تا آخرش میریم و واقعا ممنون از همتون. یادتون نره آقا کامنت بذارین، لایک کنید و سابسکرایب کنید و مهمتر از همه زنگوله کنارش هم بزنید. خیلی ازتون ممنون میشم. تا ویدیوی دیگر بدرود. به باجی چه خوب.